سوال پرسیدن جنها در کجا زندگی می کنند؟ طبق احادیثی که رسیده جن در جزایری که متروکه هست زیادن، جزیره هایی که متروکه هست کسی در آنجا سکونتی نداره، اونجا محل اقامت جن کافره. دشت ها و بیابان ها و کوه ها محل سکونت جن های مسلمانه. در حدیثی که جن وقتی که خدمت پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام جن نصیبین مشرف شدن از پیامبر درخواست نمودن بعد از این که آیات قرآنی را شنیدن و آیات قرآن خودش دلالت میکنین که با پیامبر دیدار داشتن و قرآن شنیدن، از پیامبر چند تا درخواست نمودن. یکی از درخواستشون اینه که برای ما محل سکونتی خاص خودمون تعیین بکن. فرمود جنهای غیر مسلمان جزایری که خالی از سکنه است و جنهای مسلمان دشت و بیابان ها و کوه ها. و نیز روایت دیگری هست که حشوش یعنی محل های قضای حاجت، جاهایی که نجاست باشه هم محل حضور جنه و لحاظا توصیه شده وقتی انسان قدم میگذاره به خدا پناه ببره از آسیب جن و اون موجودات خطرناک و اهریمنها. دیگر هم به طور موقتی خانه های متروکه، یه خانه ای که متروکه باشه مدتی از اون بگذره لانه جن میشه، اقامت میگذینن. باز هم روایت داریم که جن مانند انس هجرت دارن، حرکت دارن، نقل مکان دارن، به جاهای مختلفی سر میزنن، به بازارها سر میزنن، به خانه های افراد سر میزنن. حتی جنهای مسلمان وارد مساجد میشوند. خود حضرت رسول علیه الصلاة و السلام در یک جلسه فرمود که این جن نشستن حضور دارن، صحبت ها گوش میدن. برای خیلی علما هم اتفاق افتاده که در حین سخنرانیشون جن را دیدن، ولی به اشکال مختلف. جن به اشکال مختلف در میاد، به شکل واقعی خودش برای ما قابل رؤیت نیست. به صورت مثلا گربه، پرنده، بزغاله، به صورت‌های مختلف. خلاصه این که پراکنده هستند در خیلی جاها هستند. انسان وقتی از خانه بیرون میره توصیه شده که دعا بکنه، معوذات بخونه. وقتی که جایی مسکن سکونت میکنه در دشتی بیابانی میخواد اقامتی داشته باشه، اقامت موقتی داشته باشه، اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق میگوید، از این آسیبها و از این شرها در امان بمانه. در خیلی سوراخ‌ها ممکنه غارها هم جن باشه، لحاظا حضرت فرمود که شما اونجاها قضای حاجت نکنید یا اینکه آب داغ نریزید. ممکنه جنی وجود داشته باشه و آسیبی برسانه برای انسان. نامرئی بودنشون زیاده، گاه وقتی به اشکال مختلف که در آینده ممکنه من و شما آنها را ببینیم ولی نفهمیم که جنه، اما این که آنها را نبینیم خیلی زیاده. وسیله احترازی هم از آسیب‌های جن همون دعاها و اوراده و ذکر خدا و یاد خداست. فراموش نکنیم در هر مناسبتی، به اقامتمون، سفرمون، به شما سوار شدن بر سواریم، همیشه ذکر خدا فراموش نکنیم.